شما اگه بتونی این آلو رو از این تو بدون اینکه یه قطره آب ازش بریزه بیرون، اون بچه رایجه لطفا. این 200 تومن برای شما 2 میلیون ریال. اگه بتونی آب نریزی بیرون، یه جوری ریختی آبو که بریزی بیرون. ولی بچه اون مرد دارن نمیدن ریخته؟ نه ایه ریخت، من دیدم یه قطعه از من. اون قطعه بودونده خدا شاهده. راه دیگه رو چپش کنم؟ میتونیم چپش کنم. نرم کنم میگیریز ریخت. نفر بس نه دیگه ولی یه جوری نوابش های خالی نکنی بعد راحت دست برسونی درش ببین حجم داره میره تو مایه به هر حال یکیه. خب یه بحث علم ریاضی من بعید میدونم که من این 200 تومن بذاریم وسط دیگه بیخیالش. اگه بیخیالش میشه 400 نمیدیم. اگه برایش دادم بیخیالش نجید 400 زده شو بمیدیم. یه بار ایده بکنم تنشه نمیاد بالا خودش. با این که آب ریخته بیرون با این که از پشت سرم قبول تکونش گرفته با یه انگشت هم میچرخوندی میمد بالا. میاد تا بالای بالا. بابا این بازی رو بگو خواهرام بگم. Such a mouth.